شعر رو شنیدید قرآن به جز از مدح علی آیه ندارد. این تو سخنرانی رسول الله تو قدیره. شروع کرد سخنرانی. منطق سخنرانی اینه که سریع بگو من کنت مولا فهازا علی و مولا. ببینید همتون دیدید بریم گرم هوا، مردم زیادن، کلافه شدن، تا جمع بشن خودش کلافگی داره، وسط بیابونه. پیامبر نزدیک 3 ساعت سخنرانی کرد، 50 آیه قرآن رو تفسیر کرد. 50 آیه قرآن تو یه سخنرانی خیلیه. فلان آیه رو شنیدین این آقاست، فلان آیه این آقاست، هی آیات رو تطبیق داد به آقایی که نشسته. بعد از 3 روز یه دفعه یکی اومد گفت ببخشید یا رسول الله این بعد از شما جایگزینه؟ فرمود بله. گفت امر خداست یا امر شما؟ گفت امر خداست. خب اگه امر خداست بگو همین الان عذاب نازل کنه من از بین برم. سنگی از آسمان آمد به سر این فرد و تو قرآن ثبت شد. تو قرآن نوشتن، تو قرآن آیه نازل شد. کدوم آیه؟ سأل سائل بعذاب واقع، درخواست کننده ای آمده است عذاب میخواهد.